منابع پایگاه خبری بامداد خبر دادند که یک جوانزن سال تولدش 1995 شب 29 به 30 ایون سال 2022 خود را همراه دو طفل خردسالش در موضع پلاس نویه باباجان غفوروف به سیردریا پرتافته است. طفلان این زن 27 ساله یکی از 6 سال و دومی همگی 2.5 سال داشتند. در نتیجه جستجوی ساکنان و مقامات ضد دخل جسد زن و یک طفلش را از آب برآوردند و بعد نماز عصر نماز جنازه و مراسم دفن آنها دایر می شود. جستجوی طفل دوم هنوز ادامه دارد. تفصیلات دیگر خودکشی این زن همراه فرزندانش دسترس نیست. یک منبع بامداد گفت این جوانزن که خود از جماعت اونچی بوده با یک ساکن پلاس ازدواج کرده بود. بعد مناقشه عائلوی خود را و کودکانش را به او پرتافته است. پلاس در حدود جماعت به نام ددبای خلمتوف نویه باباجان غفوروف در تقریبا 10 کیلومتری شمال و شرق شهر خوجند و در نزدیکی دریای سیر و بحر تاجیک جایگیر شده است. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود. موردهای همراه فرزندانشان خودکشی کردن زنان در تاجیکستان انگشت شمار است، ولی در سالهای پیش چندین چنین مورد خودکشی عائلوی ثبت شده است. از جمله 16 آگوست سال 2020 یک جوانزن 30 ساله شهر غرم مرکز نویه رشت در پی یک مناقشه عائلوی خود را همراه 3 فرزند خردسالش پسر 9 ساله دخترهای 6 و 3 سالش به دریای سرخو پرتافته بود. طور بعدا معلوم شد شوهرش در صحبت تلفنی از روسیه همسرش را به خیانت گمانبر دانسته با اینکه 3 فرزندشان از اویند شک کرده است. زن از سر قرب به لب دریا رفته پیش از خودش را با کودکانش به او پرتافتند به شوهرش زنگ زد و گفته است که برای اثبات بیگناهیش خودش را با کودکانش میکشد. در سال 2016 زوروح محموراد و ساکن 25 ساله شهر نورک خود و 4 فرزندش را به دریای وخش انداخته در نتیجه همه به هلاکت رسیدند. عیناً با همین شیوه ماه سپتامبر سال 2015 سلامت پیرو و ساکن 23 ساله نویه وخش با 3 طفلش کوشش خودکشی کرد. وی خود را با فرزندانش به دریای دوشنبه انداخت. خود مادر را نجات دادند ولی هر 3 فرزندش به هلاکت رسیدند. همین طور در ماه ایول سال 2015 ساکن نویه یووان پروینه عبداللهیوا با 3 طفلش خود را به دریا انداخت. در این حادثه نیز مادر نجات یافت ولی کودکانش غارمرگ شدند. پروینه عبداللهیوا را برای این به 18 سال زندان محکوم کردند.